ماجرایی رو که میخوام تعریف کنم برای بعد از متولد شدن بچه‌مون هست. 20 سالم بود که با ملیسا ازدواج کردم. 3-4 سال اول نمیخواستیم بچه دار بشیم چون تصمیم به مهاجرت داشتیم، اما به دلایلی نتونستیم از ایران بریم و تصمیم گرفتیم تا پیر نشدیم بچه دار بشیم. اما این بار ملیسا باردار نمیشد. بعد از چند سال معالجه و مداوا و هزینه بالاخره ملیسا تو سن 28 سالگی باردار شد. من و ملیسا همسنیم و با خبر باردار شدنش هر دومون انرژی بیشتری گرفتیم. من یه سوپرمارکت جمع و جور داشتم. از روزی که فهمیدم قراره بابا بشم مغازه رو به شاگردم سپردم و با ملیسا برای خرید وسایل بچه می رفتیم. به غیر از زمانی که برای خرید می رفتیم اکثرا خونه بودم و نمیذاشتم ملیسا دست به سیاه و سفید بزنه. حتی اغلب خودم غذا درست می کردم. تو این 9 ماه که ما به کمک و راهنمایی بزرگترها نیاز داشتیم، نه مادر من و نه مادر ملیسا همراهمون نبودن. مادر من که سنش بالا بود و توانش رو نداشت، مادر ملیسا هم چون جوان بود حوصلش رو نداشت و مثل یه غریبه می اومد و نیم ساعتی می موند و می رفت. یه روز صبح ملیسا بیدارم کرد و گفت بچه‌مون داره میاد. کمکش کردم و سوار ماشین شدیم و رفتیم بیمارستان و بچه‌مون با سزارین متولد شد. اون روز مادر من مریض بود ولی مادر ملیسا اومده بود، اما بعد از 1-2 ساعت رفت. از روز اول تنها موندیم. تا صبح حواسم به بچه بود و هر موقع گریه میکرد رو سینه ملیسا میذاشتم و با خوردن شیر آروم میشد. اما درد عمل سزارین خیلی ملیسا رو اذیت میکرد. هم مواظب ملیسا بودم هم بچه‌مون. 2 روز بعد به خونه رفتیم. در مورد افتادن ناف بچه خانم دکتری که اونجا بود توضیحاتی داده و گفته بود اگر نافش افتاد چیکار باید بکنیم که محل نافش عفونت نکنه. منم با دقت گوش کرده بودم چون جای عمل و بخیه‌های ملیسا درد میکرد و باید خودم همه کارها رو انجام میدادم. اون روز ملیسا و بچه رو خیلی با سختی سوار کردم و با کمترین سرعتی که میتونستم رانندگی کردم چون ملیسا تو دستاندازها خیلی اذیت میشد. خیلی طول کشید ولی میارزید چون ملیسا ناراحت نشد. اون شب دومی بود که بابا شده بودم. هم استرس داشتم هم خیلی خسته بودم. ملیسا خوابیده بود، بچه هم آروم بود و اونم خواب بود. آلارم ساعت گوشیم رو برای 1 ساعت دیگه تنظیم کردم که خواب نمونم، نکنه بچه یا ملیسا کاری داشته باشن. تازه خوابیده بودم که با صدای گریه بچه بیدار شدم. بلافاصله جای بچه رو نگاه کردم. نه بچه و نه ملیسا تو اتاق نبودن. دنبال صدای گریه رفتم تو سالن. دیدم هوای سالن سرده، دیماه بود که متوجه شدم در بالکن باز مونده. رفتم در رو ببندم که دیدم ملیسا لباسای بچه رو در آورده و تو بغلش گرفته و میخواد آرومش کنه. بچه هم فقط داد میزد. ملیسا تا منو دید گفت من کی اومدم اینجا؟ بچه چرا لخته؟ هر دوشون رو بردم داخل و پرسیدم تو این سرما این چه کاری بود که کردی؟ ملیسا قسم خورد که اصلا نمیدونه چرا اونجا بوده. منم شنیده بودم که بعضی از خانم‌ها ممکنه بعد از زایمان دچار یه همچین حالاتی بشن. چیزی بهش نگفتم. فکر کردم علت رفتار عجیب ملیسا این باشه. بچه رو توی پتوی گرم پیچیدیم و کنار بخاری گذاشتیم. باید بیشتر مراقب ملیسا باشم. از یه طرفی هم نگران بند ناف بچه هستم که اگه بیفته چی میشه.
اون شب تا صبح نخوابیدم و مراقب ملیسا و بچه‌مون بودم. صبح که شد به ملیسا گفتم حواست به بچه باشه، من میخوام یکم بخوابم و رفتم تو اتاق و خوابیدم.